سمتی که جهت قلم، اینجا همون نوع از جنسیت منطقه است که میگم که برای خیلی بفرستی رد میکنن، میگن نه بابا این جنسیت خیلی اتفاقا محکمه، قوام و دوام داره و میشه اینجور کاره هم توش باشه. دم در بنده، بفرمایید داخل. گوردخنه که دارید میبینید روی دیوار آثار دوده هست دوستان، اما به دست نمیچسبه چون تازگی نداره. از چراغ پیسوز اون شکل روغن باستانی است. و اینکه شما وقتی دارید حفاری میکنید و اینکه شما وقتی کاوش میکنید یک نقطه کلیدی رو در نظر بگیرید اگر میخواید مسیر رو پیدا کنید. سمتی که جهت قلم توش مشخص باشه که این قلم به کدوم سمت خورده، اون میشه جهت کار شما. الان نشون میدم خدمتتون. به اینا میگن جهت قلم.